به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. من اومدم امروز راجع به یه چیز خیلی مهم صحبت کنم، راجع به این که آقا مخصوصا الان توی برهه حالا نزدیکای دی ماه هستیم، خیلی از بچه ها عقب افتادگی خیلی زیادی دارن و خب دیگه همجور هی عقب افتادگی ها بیشتر و بیشتر هم میشه. اومدم راجع به این صحبت کنم که توی این برهه خودم میخوام چیکار کنم. خودم هم طبیعتا عقب افتادگی هایی دارم و اینکه چجوری اینا رو در واقع مدیریت کنیم. بهترین چیزی که تا الان به ذهنم رسیده همینه، چیزی که خودم میخوام انجام بدم همینه و اومدم اینو به شما هم بگم. امیدوارم که به درتون بخوره و اینکه فکر میکنم که خیلی مسیر بهینه‌ایه، ولی خب به هر حال من شروع میکنم انجام دادنش. در واقع شروع کردم و توی مسیر هر چیزی که فکر کردم که لازم شما هم بدونین حتما میام و راجبش صحبت میکنم. اول اینکه شما اگه توی کلاسای سالیانه تو حالا درسای مختلف شرکت کرده باشین، طبیعتا خیلی پیش میاد که دانش آموزای زیادی هستن که عقب افتادگی خیلی دارن. مثلا نمیدونم، حالا به خاطر بی‌نظمی خودشون بوده، به خاطر پیشروی زیاد کلاسا بوده، عقب افتادن به خاطر آزمونا بوده، دلیل مختلفی داره، فرق نداره دلیلش چیه. من به نتیجه رسیدم که آقا اصلا توی کلاس سالیانه ثبت نام کردن کار اشتباهیه. اول اینکه تعداد جلساتش خیلی زیاده و طبیعتاً اگر کسی در واقع عقب بیفته تعداد جلسات خیلی زیادتر رو باید پیش ببره تا بتونه برسه. مثلا من خودم توی کلاس مرداد آریان حیدری بودم، بعدا عقب افتادم اومدم سراغ کلاس نوبان، دوباره هم عقب افتادم. دلیل عقب افتادگی من بی‌نظمی نبود، دلیل عقب افتادگیم این بود که من نمیفهمیدم داره چه اتفاقی میفته توی کلاس. درس‌ها رو خوب یاد نمیگرفتم، نمیتونستم تست بذارم، نمیتونستم پیش برم و اینکه مثلا درس‌ها برای من انقدر سنگین بود و در واقع نمیفهمیدم که چی داره میشه، باعث میشد که من همش عقب بیفتم و اینجوری هم بودم که خب وقتی من یه مبحث رو یاد نگرفتم چرا برم مبحث بعدی. که متوجه شدم آقا معلم من در واقع برای من اشتباه بود، من باید معلمم رو عوض کنم. که معلمم عوض کردم آقای کرمی. خب ولی نرفتم سراغ کلاس در واقع سالیانه کرمی. یه کلاسایی دارن به اسم کلاسای نکته و تست، کلاسای فینیتو. اینا من اومدم، اینا هنوز شروع نشده بچه. کلاسای فینیتو، کلاسای نکته و تست، اینا همشون مثلا توی دی و بهمن و اسفند اینا شروع میشه. ما نمیتونیم صبر کنیم تا اون موقع. که توی تلگرام همه اینا وجود داره و خیلی هم طبیعیه همه دارن استفاده میکنن. مهم نیست اصلا، بحث من الان این نیست که شما از تو تلگرام اینا رو نگاه کنین یا نکنین، اصلا مهم نیست. کاری که باید بکنین در واقع توی این برهه که در واقع جلوی عقب افتادگی ها رو بگیره و در واقع بتونیم پیش بریم اینه. من اومدم کلاس فینیتوی 404 رو شروع کردم به دیدن. کلا هم 30 جلسه است و کل مباحث رو درس داده و مبحث هم درس داده و خیلی کمک کننده است و تمرکزش روی کنکور دیگه، تمرکزش روی آزمون قلمچی و چه میدونم ایده هایی که طراحی قلمچی میتونن داشته باشن دیگه اصلا نیست. یعنی تمرکزش کلا روی حل کردن سوال کنکور سال قبلیه و خیلی خیلی کمک کننده است. بچه من یه دوستی دارم که قبول شده، میگه آقا، و این دوستم چند بار کنکور داده، میگه آقا سوال کنکور روتینه، تو مثلا میگم 50% 60% از سوالا رو تو سال قبلی میتونی ببینیشون. به خاطر همین مهرما هم یه چیزی داده، بسته کنکوریومی داره که فقط سال کنکورای سال اخیره، که نشون میده بله واقعا اینطوری هست. بعد وقتی مثلا میای سراغ حل کردن سوال کنکور مثلا پشت سر هم دیگه رو که نگاه میکنی میبینی وای چقدر شبیهن.
خب بعدم وقتی که مثلا متوجه بشی که آقا سوالا قرار نیست سوالای عجیب غریبی باشه، سوالایی باشه که تو عمرت ندیدی، همشون نمیدونم ایده های جدیده، تو خیلی ذهنت آروم تره که قرار نیست من برم ایده های جدید رو حل کنم، من قراره برم چیزایی که قبلا خوندم و یاد گرفتم و حل کنم. و اتفاقا یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که اگه سوال جدیدی با ایده جدیدی سر کنکور دیدیم، اون سوالی که ما نباید اونو بزنیم. خب خیلی اینو نمیدونن، من خودم هم اینو نمیدونستم که آقا من اگه قرار کنکور بدم، سوالای کنکور سوالایی هست که قبلا حل شده، ازشون وجود داره، چیز جدیدی نیست، چیزی نیست که تو بخوای نوآوری بکنی سر جلسه کنکور. در صورتی که من اینجور فکر میکردم، من واقعا فکر میکردم که باید اونقدر مسلط بشم روی این مباحث، مثلا ریاضی، که اگه سوال مثلا ایده جدیدی داد من رو حل کنم. نه، اصلا قرار نیست همچین اتفاقی بیفته و این خیلی خیال آدمو راحت میکنه، ذهن آدمو آروم میکنه. پس برای ریاضی برید و فینیتو سال 404 رو دانلود کنید، شروع کنید به در واقع دیدن و حل کردن. تکلیف هم داره و کاملا معقوله و کاملا میرسین و کلا هم 30 جلسه است و این خیلی کمک کننده است. مثلا کلاسای چیز سالیانه ها مثلا میشه چه میدونم 60 جلسه 70 جلسه کلاسه که خب این عملا نشده و خیلی مطالب غیر کنکور رو هم میگن که مثلا برای آزمون‌ها شما بتونین آزمون‌ها رو خوب پیش ببرین و تراز خوبی بگیرین که اهمیتی نداره. برای شیمی یک کلاسی از کلاس نکته و تست برای آقای فراهانی، همون هم برای سال 404. این کلاس فوق‌العاده است بچه‌ها. این دیگه نیومده مثل کلاس سالیانه پشت سر هم دیگه پیش بره، نه، اومده مبحثی، مثلا مبحث محلولا رو یه جا درس داده، مبحث استوکیومتری رو یه جا درس داده، یعنی پشت سر هم اینو استوکیومتری رو تموم کرده، بعد رفته سراغ محلولا، بعد رفته سراغ مثلا اسید و باز، بعد رفته شیمی عالی. یعنی میدونیم این که مثلا مبحثیه، تو دیگه میدونی که آقا اول باید اینو نگاه کنی، اینو ببندی، بعد بری سراغ بعدی. نیومده مثل کلاس‌های سالیانه اینجوری نیست که یکم استوکیومتری، یکم دهم، یکم دوازدهم، یکم دهم، یکم دوازدهم. اینجوری خیلی در واقع انسجام بیشتری دارین، زودتر تموم میشه و تو ذهنتون بهتر جا میفته و زودتر میتونید برید سراغ در واقع بازه‌های مروری که حالا راجع به مرور هم صحبت می‌کنم. پس ریاضی فینیتو 404، شیمی نکته و تست 404 که کلن هم الان میگم چند جلسه است، کلن هم 30 جلسه است شیمی. ریاضی هم 25 جلسه است. برای فیزیک هم بریم دوباره سراغ نکته و تست 404. فیزیک هم کلن 12 جلسه است و در واقع همون هم اومده مبحثی، آقا اومده حرکت رو تمام کرده، مثلا تو 2 جلسه 3 جلسه حرکت رو بسته، تو 2 جلسه دینامیک رو بسته و درسنامه کوتاه تمرکز فقط روی حل کردن سوال، تمرکز فقط روی حل کردن سوالات کنکور. و فیزیک همه دیگه میدونن که آقا فیزیک اگه مثلا ریاضی روتین بودنش چه میدونم مثلا 40%، 50%، فیزیک خیلی درصد خیلی زیادیش روتینه و شما هر سال این سوالا داره تکرار میشه و خیلی این کمک کننده و مهمه. این از فیزیک. برای در واقع زیست رو نمیدونم، تنها چیزی که میدونم اینه که اگر پشت کنکوری هستین، اگر قبلا در واقع زیست رو خوندین و مطالعه داشتین یا حداقل یه دور مثلا یه آشناییتی دارین با در واقع 3 تا کتاب، یعنی 10ام، 11ام، 12ام، یه کلاسی آقای فرمانیا داره، کلاس تست و درس که به تازگی هم شروع شده، کلا 5 جلسهش رفته و اومده توی هر جلسه مثلا توی 12ام رو توی یه جلسه، مثلا فصل 3 12ام رو توی یه جلسه مثلا تقریبا حدوداً 2.5 ساعت میاد یه درس کوچولو میده و شروع میکنه به حل کردن تست. خیلی 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 کمک کننده است بچه‌ها. برای عربی برید سراغ
در واقع هایلایت های سال گذشته. ببینید برای در واقع درس‌های عمومی بازم کلاس سالیانه وجود داره. اصلا وقت نمیشه که شما این همه کلاس سالیانه بخواید ببینید. برید سراغ نکته و تستا، برید سراغ هایلایت ها. برای عربی من فلاح رو انتخاب کردم که عربی کلا 6 جلسه است، ادبیات 5 جلسه است، دینی 4 جلسه و زبان هم 3 جلسه. خب که واقعا خیلی کمک کننده است. اگه زبانتون خیلی ضعیفه فقط کیا سالار خیلی کمک میکنه. بچه من خیلی از معلمای دیگر رو رفتم نگاه کردم، کیا سالار واقعا قشنگ درس میده و اگه 0-0 به نظر من کیا سالار خیلی کمکتون میکنه. کیا سالار و کلاس امتحان نهایی‌هاشون رو فقط نگاه کنین که همین 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه باشه. چرا برای دینی کلاس دارم نگاه میکنم؟ بچه اصلا مدل خوندن دینی و ادبیات با چیزی که معلم درس میده زمین تا آسمون فرق داره. معلم بهت درس میده که چجوری بخونی اینو، چجوری اینا رو به هم دیگه ربط بدی. تا ما خودمون بخوایم اینو متوجه بشیم باید 2 دور 3 دور دینی رو خونده باشیم، ادبیات رو خونده باشیم تا بفهمیم که آها این ربط داره به اون ربط داره به این از همین اول داره اینا رو بهت یاد میده و خیلی کمک کننده است. حتما هم نکته برداری بکنید که در واقع نیازی نباشه مثلا یک کلاس رو چند بار ببینید. این از کلاس ها. پس شما با این کلاس ها اگه عقب هستین، اگه صفرین، اگه 0-0-0 این کلاس ها بهتون کمک میکنه که به راحتی برسین، به راحتی باید برسین. ولی چیزی که هست شما باید زمان بذارین. اگه مسئله دارین توی این که در واقع توی روز 10 ساعت 12 ساعت درس بخونین، توی این قضیه مسئله داری، خب بچه‌ها این من راه حلی برای قضیه نه، این قضیه یه چیز تدریجیه. شما باید مثلا هفته نیم ساعت، هفته چه میدونم ربع ساعت، نیم ساعت، 40 دقیقه به درس خوندنتون اضافه کنین، روی همون تایم نگهش دارین تا یواش یواش بتونین اینو افزایش بدین. ولی در کل برای اینکه شما بتونین برسین تقریبا 10 ساعت الی 12 ساعت احتیاج دارین که در واقع مطالعه داشته باشین روی اینا و تست بزنین بیشتر زمانتون. و مثلا خیلی درگیر این هستن که از الان شروع کنیم میشه. اگر اینطوری پیش بریم با این کلاسا بله کاملا و منطقاً شدنیه. ولی خب بحث توی شدنش نیست، بحث توی این که شما چقدر میتونین عمل کنین به این برنامه. اگه کسی باشین که کلا مثلا در روز 5 ساعت درس میخونین و واقعا براتون سنگینه، خب طبیعتاً نمیشه تو در واقع مدت زمان کم تایم مطالعه‌تون رو زیاد کنید. اما باز هم از نظر من کاملا شدنیه. یعنی شما اگه روز 5 ساعت 6 ساعت درس میخونی، این 6 ساعت رو هفته 1 ساعت بهش اضافه کن و مثلا این هفته بکنش 7 ساعت، ولی این 7 ساعت رو تا آخر هفته کامل 7 ساعت رو تکمیل کن. هفته بعدی بکنش 8 ساعت که در تو طول مثلا 3 هفته 4 هفته تا مطالعه‌تون میاد بالا و فقط با استمرار و پیوستگی میتونین در واقع پتانسیلتون رو افزایش بدین که بتونین انجامش بدین. بعد راجع به روش مرور، بچه یه چیز خیلی بی‌نهایت مهمی که وجود داره مروره. بچه اگه مرور نکنین اینقدر حجم مطالب زیاده که شما طبیعتا یادتون میره. چیزی که برای خود من اتفاق افتاده. آقا مثلا من تو تابستون 10 خوندم ولی متاسفانه هیچی یادم نیست، اصلا انگار نخوندم، یعنی یه شمای ذهنی فقط ازش یادمه. کار درست چیه؟ شما یه مبحث رو باید تموم بکنین. مثلا توی فیزیک مبحث دما و گرما رو تموم کردین. خب مرور یه قانون و قاعده داره که اصلا ما کار نداریم قانون و قاعده از کجا اومده، مهم اینه که درسته و جواب میده. شما فیزیک دما و گرما رو کامل خوندی، تستاشو زدی، در واقع بازه های مرورت باید اینجوری باشه: 7 روز بعد، 15 روز بعد، 30 روز بعد، 60 روز بعد و 90 روز بعد. یعنی شما 5 مرتبه یه مبحثی براتون مرور میشه و تکرار میشه. مرورتون هم اینجوری باشه که باید یه خلاصه ای از مثلا فرمولا و اینا داشته باشین. هر دفعه مثلا 7 روز بعد بیاین 20 تا تست از این مبحثه از تیپ های مختلف شروع بکنین به حل کردن، یا یه آزمون از خودتون بگیرین از اون فصله که در واقع این مبحث برای شما مرور بشه. این برای همه درس ها همینجوریه. مثلا زیست فصل 3 12 رو خوندین، تستاشو زدین و مبحث مثلا برای شما الان بسته شده. خب کامل مبحث رو یاد گرفتین. کاری که باید بکنین چیه؟ شما 7 روز بعد بیاین اول
برای درس فیزیک و زیست و شیمی باید متن رو مرور کنین و بخونین دوباره ها. یعنی تست زدن کافی نیست. یه تایم میذاریم برای خوندن متن، یه تایم میذاریم مثلا 20 تا 30 تا تست از اون فصله میزنین از بخش‌های مختلفش، نه این فقط از بخش اول بزنین، نه مثلا آزمون بدین از اون فصله. که این مروره باید برای خودتون یه دفتر سررسید بردارین، دفتر سررسید همین 404 باشه، بیاین توش بنویسین مثلا آقا من این دفتر سررسید منه، مثلا اگر چه میدونم توی یه تایمی مثلا بذاریم ببینم مثلا 10 آذر من فیزیک خوندم، 7 روز بعدش بعد 17 آذر که مثلا میرسه من باید مرور داشته باشم، اینو تو برنامه‌ام اینو بذارم، بعدش دوباره 15 روز بعدش که میشه 25 آذر نمیشه 25 آذر و بعدش 30 روز بعدش که میشه 10 دی، بعدش 60 روز بعدش که میشه 10 بهمن و 90 روز بعدش که میشه 10 اسفند. اینا رو شما باید توی این دفتر سررسید بنویسین که یادتون بمونه. مثلا اینکه تو ذهنت داشته باشی کافی نیست، حتما دفتر سررسید امسال باشه که در واقع وقتی که رسیدی به اون روز خاصی برنامه‌تو بنویسی، بدونی که توی برنامه نوشتنت یکی از جای خالی که باید بذاری برای مثلا فیزیک، مرور فیزیک هست، خب که خودش مثلا یه ساعت و نیم اینا زمان میبره دیگه. این از مرور که خیلی خیلی مهمه، خیلی باید جدیش بگیرین، خیلی زیاد. و مورد بعدی نحوه آزمون دادن. بچه‌ها وقتی دارین میرین سراغ آزمون دادن، کاری که باید بکنین اینه که شما مثلا صفحه اول زیست رو گذاشتن جلو، شروع میکنین به مطالعه کردن تست. اگر که جوابشو بلدی همون لحظه جواب میدی. اگه میبینی یادت رفته کنارش مینویسی یعنی فراموشی. اگه میبینی کلا جدیده اصلا این سواله رو ندیدی، کلا یه ضرب در میزنی، کلا قرار نیست که سراغ این سواله بیای. اگه میبینی مثلا تا نصفه 2 تا از گزینه‌ها رو حل کردی ولی بین 2 تا گزینه موندی، میزنی نه یعنی نصفه، قراره تو دوباره برگردی بیا سراغ این سوالا حلشون کنی. خب این علامت‌ها رو که بزنی میفهمی که باید سراغ کدوم تستا بیای، سراغ کدومشون نیای اصلا و زمان تو برای کدوم تستا بذاری. میای تا آخر، بعد دوباره برمیگردی از بالا، سوالایی که حالا علامت دارن دوباره براشون وقت میذاری. اگه دوباره نتونستی میری صفحه بعدی. بچه اینا کلا پروسش خیلی زمانش کوتاه میشه و چون که شما گیر نمیکنین روی سوالی، زمان سیو شدهتون خیلی زیاد میشه، به خاطر این کلی وقت اضافه میارین. خب پس اینو حتما دقت داشته باشین که آزمون دادنتون باید این شکلی باشه، نه شروع کنین همینجوری عین تراکتور به حل کردن سوالا، بعد یه سوالی اندازه مثلا 3 تا سوال از شما وقت بگیره و در نهایت هم مثلا ببینین سوالای آخری یه سری سوالای گلابی بوده ولی شما نتونستین جواب بدین. اینا خیلی در واقع چیزای اصلی و مهمی بود که به نظر من کسی که فکر میکنه میتونه از دی شروع کنه، از آذر از دی در واقع شروع کنه، 0 هم هست میتونه انجام بده یا نه، از نظر من میتونه با این چند تا روشی که بهتون گفتم. اول کلاساتون رو تغییر بدین و برید سراغ مبحثی خوندن در واقع مطالب حتی اگه 0. دوم مرور رو توی برنامه‌تون حتما داشته باشین. سوم آزمون دادن در واقع اسلوب داره، نمیتونیم اینجوری رو هوا در واقع به آزمون دادن بپردازیم. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه و به نظر من ارزشمندترین ویدیویی که راجع به درس و شیوه درس خوندن توی چنل من وجود داره همین ویدیوه و امیدوارم که قدرش رو بدونین، امیدوارم خدمتش رو به شما بکنه و مطمئنم که موفق میشین و خدا هدایتمون میکنه، حمایتمون میکنه و تمام مطالبی که من به شما دارم منتقل میکنم هدایت خدای منه و امیدوارم که به کارتون بیاد، به درتون بخوره و اینکه ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین و اگر پیشنهادی دارین یا راهنمایی دارین ممنون میشم که کامنت بذارین. خیلی خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.